به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض درود و سلام و خسته نباشید دارم خدمت همگی از شما هموطنای عزیز و گرامیم، خدمت همگی شما خیرین و حامیان خوب بند همبستگی سنگجوی لومان و خدمت یکایک از شما دوستا و بینندای نهایت عزیز و مهربان چینل جاغل پلاس. امیدوار هستم که همگیشیم خنده به لبشیم باشه و همیشه خوش و خندان باشین و از ذره ذره زندگی خو لذت ببرین. مصطفی ابراهیمی هستم، همکار همیشگی تان از بند همبستگی سنگجوی لومان که امروز دوشنبه تاریخم 31 ماه حمل سال 1405 هجری شمسی که برابر است با 20 ماه اپریل سال 2026 میلادی. دوستا و اعزا، عمدیم در بند همبستگی مثل هر روز تا از جریان کارهایی که در بند همبستگی جریان داره بلش این ویدیو و گزارش بگیری که امروز بخیر کارهای بند همبستگی در کدام بخش جریان داره و کارهای کندنکاری در سمت جنوب بند به کجا رسیده. آیا امروز کار کندنکاری در سمت جنوبی بند تمام خواهد شد یا خیر؟ در این ویدیو بیننده باشید. دوستا و اعزا، عمدیم در بالای بند همبستگی سنگجوی لومان در وسط امزیکو قرار داریم و یک نمای زیبا از بند همبستگی را امیال شما در تصویر مشاهده می‌کنین که واقعا دیگه آبی که در کاسه بند همبستگی ذخیره شده واقعا یک نمای زیبا را در این قسمت به وجود آورده. دیگه واقعا خیلی زیبا و قشنگ است و کارهای بند همبستگی هم مثل هر روز جریان داره که از پیشرفت و از جریان کار خدمت همگی شما دوستا و اعزا ویدیو میگیری و ویدیویش را تقدیم همگی شما خوبان مونی. با ما باشید تا ختم گزارش و ویدیو را. دوستو از میال طرف جنوب بند در نصفه های امزیکو یا تپه قرار دارم در سمت کوه ناله و در این قسمت شما گل لالک به اصطلاح وطنی از خود از ما در رنج شما مشاهده می‌کنین که واقعا دیگه بسیار قشنگ و بسیار زیبا و دیدنیه که همه بغلای امزیکو دیگه از گل لاله ماشاءالله دیگه پر شده و هر گوشه و کنار کرسه ایمونی امی طرف را دیگه کلن گلای قشنگ و زرد لاله را مشاهده مونی. دیگه انشالله که همه درخت های کوهی را که تخمایش را توسط محترم زامن علی صفدری فرستاده شده بود در بند همبستگی سنگجوی لومان که در تمام اطراف های بند همبستگی کاشت کردی. انشالله که همگیش بخیر بگیره و به ثمر برسه و یک روز بایی بخیر و تمام اطراف بند همبستگی را بخیر سرسبز مشاهده کنی. دیگه انشالله که او روزم بخیر باید و یک روز مثل از گلهایی که در قسمت شما دیدین گلهای لالک را دیگه یک روز بخیر تمام از کوهان پر از درختای قشنگ و زیباش نه که در اطراف بند همبستگی در کوههایی که شما مشاهده می‌کنین کاشته شده. یک روز بخیر باید تمام بند همبستگی را بخیر سرسبز بگیرنی به امید از روز و به امید از روزی که
بای بند همبستگی رو بخیر سعی کنه که کارایش بخیر تکمیل شده و به ارتفاع 40 متری رسیده و تمام آرزوهای از مو به واقعیت تبدیل شده. دیگه منتظر از روزیم و دعا مونم که خدای مهربان دیگه دعای از مو را مستجاب کنه و او روز را نصیب یکایک از مو کنه که بای بخیر و بند همبستگی سعی کنه که کارایش بخیر تکمیل شده و بندم لبریز از آب و تمام اطراف بندم پر از درخته که واقعا وقتی آدم تصور مونه تصورش واقعا زیبایه دیگه. انشالله که روزان بخیر برسه. منتظر همکاری همگی شما خوبان گرامی هستی تا بخیر دیگه بند همبستگی را به کمک یکدیگر و به همکاری یکدیگر بخیر کارایش را تکمیل کنی و کلگی از مو دیست دیگه خبیدی و بند همبستگی رو بخیر کارایش به سر انجام برسنی دیگه. انشالله که همگیشیم جور و صحت و سلامت باشین. موریم در سر دیوار بند همبستگی و از جریان کارهای امروز بلشیم ویدیو میگیری دیگه همراه از مو باشید. دوستو بینده گرامی، امادیم در قسمتی که توسط لودر خاک بارگیری میشه تا بخیر راه را جور کنی. در کارهای بند همبستگی هم کم کم شروع میشه بخیر در بخش ساختمانی دیگه. به او خاطر راه را باید درست کنی به خاطر که بعد از این بارندگی ها راه بسیار خراب شده به خاطر انتقال سنگ و انتقال ریگ و انتقال سیمان دیگه. مسیر راهی که میده بند همبستگی باید یاره درست کنی و جور کنی. به او خاطر امروز دیگه هر دو موتر دمترک یا موتر بینز همراه لودر اندک راه را بخیر جور کنه و از این قسمت هم توسط لودر خاک بارگیری میشه و در دو موتر بینز و موتر بینز هم بخیر را انتقال میده در سرک ها که بخیر سرک را جور کنی. و کارهای بند همبستگی هم در بخش کندنکاری امروز جریان داره که همراه از مو باشید انشالله تا ختمی از این ویدیو و از این گزارش را.
دوستان بیننده گرامی، در سمت شمال بند همبستگی قرار دارم. در این قسمت هم سعید ارزان دیگر سنگایی که در این قسمت بودک یاره میدم نه. دوستان و بینای گرامی، آمادیم در سمت جنوب بند همبستگی سنگجوی لومان تا از جریان کار خاکبرداری و کار کننکاری بلشیم ویدیو و گزارش بده که در سمت جنوب بند همبستگی کار کننکاری به کجا رسیده. آیا امروز کار کننکاری تمام خواهد شد یا خیر؟ در این ویدیو بیننده باشید. دوستان و ازاد قسمت هم آقای نجیب رسولی همراه اسکواتور. دوستان بیننده گرامی، آقای نجیب رسولی همراه اسکواتور خاکایی که در سمت جنوب بند کننکاری شده، بارگیریم نه در موتر دمترک یا موتر بنز که ببره بخیر تخلیق نه و بعد از او سعی کنه که دوباره آیا کار کننکاری را در سمت جنوب ادامه میده یا بخیر خیر ختم کننکاری خواهد بود. ویدیویش را و گزارش را تقدیم همه شما دوستا و عزیزا خواهد کردیم. دوستا و عزیزا دیگه ماشاءالله در می طرف جنوبی بند دیگه چکری هم بور شده و سویک ده نما میوال طرف جنوبی بند قرار دارم. دیگه در قسمت هم چکری طرف جنوبی بند است دیگه ماشاءالله چه یک رنگ زیبا و قشنگ داره.
دوستان بیننده گرامی، آمادیم طرف سمت جنوب بند همبستگی. ساعت هم یاد 4:47 دقیقه بعد از ظهر و کارهای کندنکاری در سمت جنوب بند جریان داره. آقای نجیب رسولی همراه جکمر کار کندنکاری را ادامه میده در سمت جنوب بند. خب دوستا و بیننده گرامی، این بود گزارش امروزی از ما از جریان کارهای امروز بند همبستگی سنگجوی لومان که تقدیم همگی شما عزیزان شد. تا گزارش بعدی و ویدیوی بعدی همگی شما را به خداوند مهربان میسپارم. خداوند یار و مددگار همگیتان، موفق و کامیاب باشید.